خانم‌ها آقایان، به شوی شب‌های تهران خوش آمدید. ما برای شما خانم‌ها و آقایان عزیز برنامه‌ای تدارک دیدیم که 100% میپسندید و مورد توجهتون قرار میگیره و اون یک شوی استثنایی به صورت کاسته. این است هدیه ممتاز دیگر، هنرمندی فراموش نشدنی، هنرمند سالهای سال هنر ایران، هنرمندی که هممون میشناسیمش، با نامش آشنا داریم، با عنوان خالق ترانه‌های دسفولی نامی آشنا و جایی در بین هنر و هنرمندان برای خود باز کرد. خالق ترانه‌های دسفولی از دسفول، مانده. آقای مانده، با کمال صفا و صمیمیت به شوی شب‌های تهران خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. آقای مانده، اگر شما اجازه بفرمایید یک مقدار برمیگردیم به عقب، به کاری که شما از ابتدا شروع کردین تا زمانی که الان نزدیک به چند ترانه خوندین؟ نزدیک به 200 تا خوندم. 200 خوندین. حالا بله، به افتخار شما دست بزنید. بله. هنرمند رکورددار دسفولی. آقای مونده، شما همونطور که گفتم اولین ترانه‌ای که خوندین چی بود و انگیزش از کجا شروع شد و میدونین شعرش مال کی بوده، آهنگش مال کی بوده؟ آیا خودتون مثلا این شعر رو ساختین؟ چه جوری بوده؟ خودتون با زبان و با اون لهجه قشنگ دسفولیتون برای ما توضیح بدید. اجازه بدید جناب آقای شرافخان، من سلام عرض کنم خدمت همه دوستانی که اینجا نشستن و همچنین همشهریامون. این آهنگ سرپول دسفولی که ما الان تقدیم دوستان کنم و شنوندگان، تقریبا 16 سال پیش هر خواننده خاطره‌ای داره. بله، یه انگیزه‌ای که باعث میشه. من یه خاطره‌ای داشتم از سرپول دسفول. خب یه چیزی در دلمون بود. از شاعری داریم به نام مصطفی فیلسوف در دسفول، هم شاعر هم آهنگسازه. بله. ما هم خواستم که به قول خودمون این آهنگ سازم. دسفولی بود. دسفولی بود. و این آهنگ قشنگ هم ساخت و خب ما خوندیمش، زمان صفحه بود، خیلی هم گرفت. جونم. والا عاشق دل سوخته ویزم دید. اونم قرار دید. همون سوال من همون بود که انگیزه شما تا آقای مونده خود مثل که خجالت میکنه. نه، خجالتو بزنید کنار، بدون رو درواسی صحبت کنید. بله. اصلا وقتی ما اینو خوندیم خب صفحه شده و خیلی هم گرفت و بعدش هم خب دیگه خودتون میدونید. بله، دوستان دیگه مثل آقاسی اجرا کرد که همشریمه. برای اونم گرفت. بله. حتی یه دفعه هم از زبان شیرازی هم فهمیدم خوندش. بله. خب خوشحالم که بین 16 سال بازم از نو این آهنگ کنه نبیسته. بله. برای که خب همشهریان هم نشستن، اگر هر آهنگی بخونم فایده نداره. و اگه زبون مادریش نخونم، جناب آقای محمد حسین کوری، بله، آقای عباس نوروزی، عباس حیدری، حسن مهی از پسرهای خوب دسفولن. به افتخار دستنی. بله. ما شاکر تمام بچهای خوب دسفول هستیم. سلام ما هم به بچهای خوب دسفول برسونید و بگین که ما خیلی دوستشون داریم و به وجود هنرمندی چون شما از دسفول هم افتخار میکنید. مجدداً به افتخار آقای مانده دست بزنید تا ترانه سرپول دسفول رو برای ما بخونید.